استاد ما خیلی شخصیت با تجربه است و با ما خیلی مناسبت خود دارد و ما را برای رشد هدایت می‌کند. میگوید که با آدم بد همدست نشوید، از آدم بد فاصله بگیرید. شریف بک پهلوان تمرین‌های هر روزش را از نصیحت شاگردان آغاز می‌کند. او تجربه زندگی تلخ را دارد و می‌داند عاقبت قدم کج تا کجا می‌برد. روزا دیدیم خطر همین یک چیزی بوده که آدم یکیش همین معین میکرده میکشته، آخرش مردن بوده. بعد 20 سال معتادی به مواد مخدر این اندیشه را داشت و نجات جز تسلیم به مرگ نمیدید. همه‌اش از سال 1992 آوان جنگ شهروندی در ناحیه وخش سر شد. او قماندان یکی از گروه‌های درگیر بود. سال 92 بود، همین افغان‌ها اومدن روسیه. اون فوق‌العاده هر دنیم هم جنگ میکردن. ما اسلام دیدیم شون جنگ شونه اسلام بودیم همون آخری. بعد همین چیزا مختلف آوردن در همین. اگر نمونه میدونستیم چی بود راستی. افغانستان اومدن همون سیاهش میگن، لویش میگن. آن روزها استعمال مواد مخدر در میان آن دهشتی که سربازان میدیدند بهانه خود را داشت. که ما را چی یوردن میکرد که می قوه میداد کم کم. این قوت دادن یک تصور بود که عاقبت به عادت بد و دهشتناک تبدیل یافت. شریف بک این را بعد درک کرد. هم خیلی از میستم خمامی من راستگاه چی میکنم تنبیه است میکنم میگم که 20 سال توی خیلی 10 سال اگه کسب اختم میخوابیدیم زود کار میکرد. یاد خودم خورات هم میکنم راستگاه یا نوع. شریف بک 27 ساله بود که برای او جنگ تمام شد. عادت و خاطره های جنگ باشند دامن او را سر ندادند. تا سال 2014 او با عادت بد دست به گریبان بود. او خود این دوره زندگیش را آوان شکستن و ریختن می‌داند. من 15 سالگی در چمپیون ریسپوبلیکا چند کاره چیدگی. 15 سالگی در استاد اسپورتی تاجیکستان بودم اکرد. همین در آموختش دیم همه کار دیگه مرا برو من کنیم. شریف بک 8 فرزند دارد. برای آنها و مادرشان این مرحله زندگی پدر دردناک بود. در خونه کی پس پلاندی نیست، همه جا دسته. یه روز شوهی، یه روز گدایی. مادر با فرزندان بزرگش بار زندگی را بر دوش گرفت. او سمبوسه می‌پخت، می‌فروخت و روزگار را تامین می‌کرد. چون که همسرش سودای دیگر داشت. کی همین چیزی میوبی و همین کار میکنی مثلا یک جام که پولم بیاری هم دارم. همسر و فرزندان شریف بک را با معتادیش تنها نگذاشتند. برای نجات او تمام تلاش ها را کردند. خود او نیز می‌خواست ترک عادت کند چون که قدر و قیمتش پیش نظرش روز به روز می‌کاهید. زور شدیم گاین هیچ نه او برای نه یک ماتم میکنه. سال 2014 با امداد سازمان‌های جمعیتی شریف بک به تدریج به طبابت خود شروع کرد. خمار مخدرات اذیت‌آور بود. خطا نکرد. فکر کنیم بریم چی کنیم. خواهش زیستن در او غلبه کرد. میگه من 100 بار پشیمان هستم با این کاری کردگیم بخیر. خیلی حاضر شدم از اون منطقه که همین چیز برو اومدیم. حالا دیگر روزی شریف بک قریب 2 سال است در قیاس بر روزگار پیشین رنگی دیگر دارد. او حالا در یکی از مشهورترین تالارهای ورزشی ناحیه وخش جودو درس می‌دهد. شریف بک را همچون رسول زندگی سالم در این ناحیه می‌شناسند.
روز نیست شریف بیگ درباره مواد مخدر و ضرر آن به شاگردان نگوید. هر روز صحبت میکنه و ما خیلی خوب میفهمه که ورزش به انسان روحی خیلی خوب میدهد و انسان رو از هر نوع کسلی ها امین می‌دارد. برای انسان خیلی کاری فایده‌مند و خوب است. او خود را پیش آنها مسئول می حسابد. به نظرش در این سین و سال آنها به شنیدن فاجعه مثل زندگی او نیاز دارند. می گوید هر قدر درباره دهشت آن بیشتر دانند، همان قدر آیندهشان از خطر امین می ماند. در قطار آنها 4 نبیره او نیز هستند که در کنارش به ویا می رسند.